در حق بندگان خدا چقدر ما غیبت میکنیم، پشت سر مردم حرف میزنیم، ممکنه عیب و اسرارشون رو برباد بدیم. یه وقتی ممکنه مردند و رفتن، یه وقتی ممکنه زنده ان، ولی خب در برخی موارد هست که ما نمیتونیم اگر بریم پیش زنده ای بگیم بله من پشت سرت این حرف رو زدم، تا آخر عمر ازت قهر میشه، دعوا میکنه، فتنه بزرگی به پا میشود. یعنی فتنه بزرگتر از این که رفتید حلالی به طلب. خب در این مورد چه بایستی کرد؟ بایستی برای جبران اون بیایید پشت سرش ذکر خیرش بکنید، دعا بهش بکن، طلب مغفرت، طلب آمرزش، اونقدر براش دعا بکن که این دعاها در پرونده اش ثبت می شود. بازم به همون صورت در روز قیامت وقتی که از اون طرف میبینه که از یه جهت مثلا غیبتایی کردیم به عنوان طلبش از ما طلب داره، ولی در جهت مقابل میبینه همون بنده خدا که غیبتش کرده، همون بنده خدا که بهش بدهکاره، از اون طرف پشیمون شده، طلب مغفرت کرده، دعا کرده، ذکر خیرش گفته، بهش کمک کرده، ندانسته نفهمیده مشکلشو حل کرده، یا حتی دانسته مشکلشو حل کرده. خب اونجاست که خدا راضیش میکنه. پس با حسنات گوناگون ما میتونیم این گونه کارا رو انجام بدیم و به قول علامه ابن قیم میشه یه وقتی کاری انجام بدیم که چی؟ که گناه کبیره رو کفاره بکنه اعمال صالحه ما. الحكمة ضالة المؤمن